که زن بالای مرد داره، این حق‌ها را اگر ما بیان کنیم شاید که شما دیگه در نزد زنها تو گپ زدن هاتون در چهرهشو یعنی در روی اونها نزنید. انسان‌هایی را ما میدونیم که یعنی نقل کردن در نزد که تا سالش همراهی زنش قهری است. شخصیتی که از 3 روز زیاد به یک برادرش قهری استاد و بندگی کرد، جناب پیامبر گفت که او داخلی دوزخ. یک برادر مسلمانش از 3 روز زیاد قهری استاد و یعنی وفات کرد، از دنیا گذشت، گناهی این مثل همین است که گویا او برادرش خونش ریزانده است، کشته است. زنها بالای مردها حق دارن یا ندارن؟ اگر برادر عزیز ما حق‌هایی که زن بالای مرد داره، این حق‌ها را اگر ما بیان کنیم شاید که شما دیگه در نزد زنها تو گپ زدن نتوانید، چون که این حقی است که شریعت بالاشو یعنی بالای ما حق اونها را بیان کرده است. یکم این که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای مردها بیان کردن که خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم بهترین شما همون شخصیتی است که به اهل خودش بهتر باشه، به همسرش، به فرزنداش، به اکا و دادرش، به پدر و مادرش چقدر خوش معامله و خوش مناسبت باشه، خوش رفتار باشه. بهترین شما اون نفر. جناب پیامبر گفتن من که بهترین شما هستم، جناب پیامبر گفتن من که بهترین شما هستم، گفتن من به اهل خودم خوش معامله و خوش مناسبت یعنی بهترین هستم، خوش رفتار هستم، با اونها مناسبت و معامله خوب دارم. شخصیتی از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن، گفتن یا رسول الله ما حق زوجت احدنا علیه. گفتن آیا حقی یکی از زنهای ما در بالای ما چی هست؟ زن در بالای ما چی حق داره؟ باید ما حق او را چی نوعی هست که یعنی که ادا کنیم حقش؟ جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم با سوی شخصیت جواب گفتن ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت. تن یکمین حقی زن بالای شما هر وقتی که خودت طعام خوردی از همون نوعی طعام باید برای همسرت بخورانی. هر سخته میخواه اشتیا داری، وقتی میره در چایخانه ها، دستلاوی ها، میگوی به من ششلیک بیاره، به من منتو بیاره، به من گوشت بیاره، چیزی که دلت میخواه، از همون چیزی که خودت میخوری جناب پیامبر گفتن از همون باید همسرت هم خورانی. یه نیست که فقط تو دیجا یعنی بهترین چیز خوری با خانه را بعد چی ببری تخم یا با خانه را یک چیزی به ارزی، این نیست. جناب پیامبر گفتن از هر چیزی که خودت میخوری از همون باید همسرت خورانی و هر چیزی که خودت میپوشی از همون نوع چیز باید برای همسرت هم گیری. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم هر وقتی وقت لباس میگیری باید فکر وایها را کنی، فقط خدا یعنی زینت نتی بهترین لباس ها را پوشی در بین مردم بگردی و بیچاره همسرت تا یکم یک کرتای چتکی که تاجیکستان هم هست تا همون بگرده. یعنی فکر او را هم کنی، برای او هم باید یک نوع لباس خوبه که وقتی نزد یک یعنی دوگانهش یا یک جا دعوتش کنند رفت و شرم نداره، حیا نکنه که یعنی که یک لباسی بی ارزش و ناچیز در بدنش است. باید که برای همسرهاتون هم جناب پیامبر گفتن هر چیزی که وقتی میپوشی از همون چیز باید برای همسرت هم پوشانی. ولا تضرب الوجه ولا تقبح. جناب پیامبر گفتن که باید همسرهاتون در چهرهشو یعنی در روی اونها نزنه. بعضی انسانهای بیرحم و بی‌انصاف روز شخصیت در نزد من یعنی حکایت کرد، زن شب چنان زدن کرده که میگه نزدهای چشم یعنی زیهای چشمش سیاه بودن. جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که باید زنه، البته را در قرآن امر هست برای زدن زنها که اونها را زدنی برای ادب آموختن، تری زدن بیرحمانه و بی‌انصافانه نه که معیبش کنی بعد یک سال دیگه دکتر به دکتر از قفاش بدوی. زدن برای ادب آموختن، برای ادب دادن، یگان چپلاخک در پشتش بزنی، در پشت سرش بزنی، در جایی که خود دردی سختی بدم نیاخی. زدن جناب پیامبر گفتن که در چهره وی نزنه، گفتن در چهره هاشون نزنه و به سوی زنها تو سخنی قبیح نگویه. گفتن سخنی چی نوعی که امروز
یعنی نوجوان مردای ما پدر و مادرشون دشمنا میکنن و یعنی پدر و مادری ویم برای این یعنی داماد چون پدر و مادرشه. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث شونه که هر انسان یعنی که 3 نوع پدر و مادر داره. انسانی که از او تولد شده است او پدرش است، همسری وی یعنی مادرش است. انسانی که دخترش نکاح میکنی میگیری اونم برای تو حکم پدری داره، مادری وی حکم مادری داره و شخصیتی که در نزد او تعلیم میگیری استاد وی هم حکم پدری داره برای تو. یعنی که این 3 نوع حقوق پدری دارند در بالای انسانی. جناب پیامبر گفتند که باید برای همسرها تو سخنهای قبیح نگویی. ولا تهجر الا فی بیتی، تن از او جداگی نکنی مگر در خانه در حالت کسلی زنانه شدنش. بعض انسانهایی را ما میدونیم که یعنی نقل کردن در نظم که تا سالش همراهی زنش قهری استاده است، در یک خانه زندگی میکنه تا 1 سال قطعی زنش قهری بوده بیچاره. او بیچاره که زنم طاقت کرده است، صبر کرده است و تقدیر تسلیم و راضی شده است. قطعی همین خیلی نوجوان مرد که اصل قهری کنی فعل مردکی نیست، قهری کرده این فعل زنی است. تا سال جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت گفتن که برای شخصیت مرد حلال نیست که از 3 روز زیاد به یک برادر مسلمانش قهری بیسته. هر شخصیتی که از 3 روز زیاد به یک برادرش قهری ایستاد و بندگی کرد جناب پیامبر گفتن که او داخل دوزخ می شود. در یک روایت دیگر گفتن که هر انسانی که به یک برادر مسلمانش از 3 روز زیاد قهری ایستاد و یعنی وفات کرد از دنیا گذشت، گناهی این مثل همین است که گویا او برادرش خونش ریزانده از کشت استش. یعنی که چقدر گناهی هر دوش بزرگ است. جناب پیامبر گفتن که شما از همسرها تو یعنی که قهری نکنه، به اونها جداگی نکنه، از اونها خفه نشوه. وقتی البته رمیشه حالتی که زن یگان سخنی ناجا میگوه و عقلش کم است و یا دینداریش سست است، باید که مرد و نصیحت کنه و باید اصلاح کنه. خب جناب پیامبر صلی الله علیه و آله از اونها شما جداگی نکنید مگر در کجا؟ در حالتی که کسلی زنانه شد. وقتی کسلی حیض شد همون شبک پشت بگردان و به حضور خوره بگو اگه کم تردم بگی که من شریعت معن کرده است، خداوند در قرآن من معن کرده است که در این حالت باید به تو نزدیکی نکنم. مایلی نهاست قچاقت میگیرم نه که یک خدا یگان جنایت نکنیم که شریعت یک خداوند حرام گردانده است. او هم فهموندن در کار یعنی قواقوت نداز بعد پشت سنش بگردان بفهمانش بگو که خیلی شریعت ما را معن داشته است که ساعت شده است یک دایم گوشکم خبر که ساز شده همیشه برش دقتی هم او خرسند میشه و هم شما انشاءالله هم او خرسند میشه و هم شما خرسند میشه. به این خاطر با همسرها تو معامله مناسبت خوب داشته باشه برادر عزیز. از همه فعل خصلت بد خصوصا در این مردم خودمون است که به همسرها بسیار بدبینی دارند، اونها را چپگیری میکنند، سخنهای قبیحشو میگویند، حتی بیچاره ها را بعضشون گپزنی نمیمونند. بیچاره میخواد یک چیزک بگه یا رازی دلش بگه یک چیزش میفوره میخواد که بپرسه در سیاست در گم کو خدام تا بگیر گپ نزن. این مردی نیست برادر عزیز. با او باید وای محرم رازت هست، وای شخصیتی است که رفیق حیات های، مادر فرزندات های، آباد کننده زندگی های. والله قسم زندگی بیزن هیچ معنا نداره. به همین خاطر بهترین نعمت های پروردگار زنه. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که امرأة صالحه خیر من الدنیا و ما فیها. گفتن زنی صالحه از دنیا و از همه هستی دنیا بهتر است. برای مرد مؤمنه زن وقتی باشه انسان از حرامی چشم میپوشه، در نزد تا چشمت سیر است، هر سو یعنی به سوی حرام نگاه نمیکنه. به این خاطر برادر عزیز بزرگوار من نسبت به همسرها تو خوش معامله باشه، دوستشون بداره. شبهای گذشته گفتیم هر زن و مردی که همدیگر دوست میدارن، معامله و مناسبتی خوب میکنن، خداوند رحمت شده حیات اینها میریزونه. شیطان قامت شده اینها میشکنن. شیطانی که دشمن قسم خورده من و شما، والله قسم جناب پیامبر حدیثه که شیطان قسم خورده است که ای پروردگار قسم به عظمت و جلالت که من نمیگذارم که یک بندت جنت بروه، من اینها را حرکت میکنم همشه همراه خودم دوزخ میبرم. از روی انمی انسان من از درگاهت از رحمتت محروم و ملعون و مردود شدم، من نمیگذارم که انسان آسوده و خوشحال باشه.
حرکت میکنم، اونها را وسواس میکنم، فریب میکنم، از راه میزنم. اما وقتی شما یعنی اون همسرهاتون دوست داشته، با اون مناسبت و معامله خوب کرده، شیطان در بین شما دیگه جا نمیابه، بلکه در خانه شما، در حیات شما، در زندگی شما دیگه ره نمیابه که داخل شود. و این خاطر برادر عزیز بزرگوار من حرکت کنی، همسرهاتون دوست بداری. سلام علیکم دامولا. شخصیتی که روزه گیرد، نماز خواند، باز زنا کند، اسلام برای این گونه نوجوان مردا چی میگوید؟ التماس یک چیزی میگفتید. اکو برادر عزیز، انسانی که هم روزه میگیره هم نماز میخونه و یعنی با در راه زنا و در راه فحش و بد است، فهمیده میشود که نمازی وی نمازی کامل نیست. چون که خداوند وقتی که در قرآن ما را امر به نماز کرده است میفرماید که استعیذ بالله اقیم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. میگه شما نماز را برپا بداره، نماز شما را از فحشا و منکر معن میداره، باز میداره. در تفسیر این آیت مفسرین میفرمایند که هر نمازخوانی که اصلاح نشد بعد از نماز خواندنش، یعنی زناگری که نمازخوان است زنا میکنه، شراب نوشه که یعنی نمازخوان است شراب مینوشه، یا اینکه دیگر فعل و رفتار بد داره که نمازخوان است این عملها را میکنه، فهمیده میشه که نماز این نمازی واقعی و حقیقی نبوده است. نماز میخوانه، از گردنش ساقط میشوه، اما از این نماز یگان بهره از بدن انسان میبره. خیر خداوند بزرگوار برای جمعیت ما توفیق عمل کردن نصیب بگردان. پروردگار بار الهی این ماه برای ما مبارک بگردان. در این شبهای آخر این ماه پروردگار ما را از گناه پاکیزه بگردان، گذشتگیامون رحمت و مغفرت بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصدی داشته باشند به مراد و مقصد برسان. پروردگار را در کسب کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار را به فرزندای جمعیت فرزند صالح نصیب بفرما، به زنها را زن صالحه نصیب بفرما. پروردگار را محبوسا و زندانیای ما را آزادی نصیب بگردان. طالب علم هامون علم نافع و مفید نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرهامون در پرده حیای خودت مستور بگردان. پروردگار را بار الهی هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امان نگه بدار. پروردگار را تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در روی عالم در حفظ امان نگه بدار. پروردگار را مشکلی هاشون آسان بگردان، در کسب کارهاش برکت ها عطا بفرما. پروردگار جملگی ما را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه.